یگان خط خبر شد می اکاتان؟ نه یکم گپ نیست همون وایکل همون خبر نه. تقریبا 3 ماه است که بوتگل بولتوی و نام و نشان فرزند کلانیش منوچهر بولتویف را میجوید. منوچهر 1 سال پیش برای دریافت روزی به روسیه رفته است. پیوندانش میگن اول در شهر مسکو استوگی میکرد و بعدا به شهرهای کالوگا و سویردلوفسک رفت. سردار آیله بعد پدرش بود. سویت ما با پول میفرستند. بچه ها با 4 تا خواهرش خانه به سر کرد. مشکل تر شد دیگه مکن. این زنی 62 ساله میگوید پسرش به سبب کارهای وزنین بیمار شد و جراحی گردید و خواست نیمه ماه مارس به تاجیکستان برگردد. ولی هنگام سفر ناپدید شد و تا این وقت با او تماس نیست. منوچهر بولتویف در شب گم شد که در مسکو حمله تروریستی به بینای کراکوس رخ داد و تقریبا در همه منطقه سرحدی روسیه حالت اضطراری اعلان شده بود. 19 مارس من سال همون سویلوفسکی یک تاکسی که آمدن و 3 شب همون مهمانخانه ایستادم. من چی میدونم که خیلی میشن که پرسم که مهمانخانه وای کجا. 22 مارس تنده شب تلفن کردن که من همین راه اتوبوس فراور رو نمیدونم اینجا کجا. یک تاکسی آورد. من نمیدونم وای تاکسی کیم بود تا نپرسیدگی ما که چی به همون مهمانخانه فراور اون که تاشکند میبرم گفته بود ازبکستان گفته بود است. انا همون 22 به جنگا شد که انا همونجا به وای شد. همونجا. اگه این پسری من گردم بود میگه تو آدم باید فامیلش دیگه کار میبرفت. نرفت گفت که من همینجا هم کار میکنم. 1 سوم 2 سوم یافتگی من همین بچه‌ام که خورده میشینم. گفته قریب 5 سال نرفت. بعد با آچه گفت همان یک تا ویم گفت این گفت که من تو همه دکومنتات خودم وای کرده میتیم میبرم کار کرده بیا. من راضی شدم همه بچه‌ها این کس هم راضی شدن همه راضی شدم و وای خیست و رفت. منوچهر بولتویف زاده شهری پنجکنت جمهوری تاجیکستان است و شهروندی روسیه را ندارد. در گذشته از روسیه برای 3 سال خارج شده و بعد 5 سال پس از گشوده شدن راه ورود باز دوباره به سفر رفته است. ولی در گذشته به گفته نزدیکانش چنین حالت با او روی نداده و بیماری روحی و روانی هم نداشته است. هم جا مراجعت من همینجا چند تا ملیس خانه من رفتم پسالسوی روسیه های همونجا برفتم. اونا گفت که این خیلی ما نمیدونه و اور ارگزشتگی باشد نمیتونه و این پسالسوی گفت که ما این روسیه این و گراجدانی باشد ما یاردم کنیم میتونه. من تمام ملیس خانه رفتم شما اینجا به ویاتان نه پرپسکاتان گفت من قبول کنم میتونم. 2 روز پیش 3 روز شد این 5 که من تلفن کرد گفت که چه خیلی شد. من گفتم من خیلی شدگی هم قریزه کردم هم هون این خیلی کار کنه میتونه هم گرنسای بینن گفت من یکون کس داشت یا این تو کرات نگفت نیک من رفتم آچه من خدا خواهد میرم آچه بیا بچه من رفتم با خیلی یک می ایستی نقد میشی با میری گفتم هم آچه جان گفتو هم خیلی گم میزد 84 تولدشان 40 میدارم. منوچهر بولتویف و سیهونه مظفر و 10 سال پیش با هم ازدواج کردند و صاحب 4 فرزند هستند. سیهونه و دیگر پیوندان منوچهر از او یک مرد آرام طبیعت و در عائله‌داری پرمسئول وصف میکنند. فرضیه‌ای به جنگ کشور اوکراین و یا همراه شدن به سازمان‌های ممنوع جنگی را رد میکنند. وی در تاجیکستان نه خدمت عسکری رفته است و نه دانشگاه خوانده است. مادرش میگوید پسرش شخصی مذهبی هم نبود. حالا عزم دارند که اکنون به مقامات دیگر کشورهای هممرز با روسیه برای دریافتش مراجعت کنند. 1000 اویل میکنید و بسیاری آدم ها گفته هستند که یک جاب می داشت از قزاقستان و اینش میگوید که 3 ماه می داشت 6 ماه می داشت 8 ماه می داشت 1 سال می داشت. همه خبرهای میشنوم دلم پر که همونجا بگفته تلفن نمیداده است دکومنت های میگرفته است هم خیلی کار میفرموده است اگر به دکومنت باشن گفتم هم خیلی من دلم پر که هم خیلی کرگی. ناپدید شدن یک شهروند تاجیکستان هنگام بازگشت از روسیه و آن هم در شب و روز حمله تروریستی به یک بینای سیرادن در حالی است که دهها مهاجران مهنتی از ورود و خروج به این کشور در 3 ماه اخیر بسیار شکایت دارند. هرچند گمانبران حادثه آخر ماه مارس امسال از سوی مقامات روسیه بازداشت شده است ولی صدها نفر دیگر را پرسجو میکنند و در صورت قاعده ویرانکنی بود و باش زندانی یا اخراج می نمایند. مقامات روسیه میگویند امسال قانونشکنی در میان مهاجران نظر به سال گذشته زیادتر شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.